معناهامون رو از دست دادیم، ما کیفیت زیستن رو از دست دادیم. مبدأ این ترانه ماییم. هزار تماس از دست رفته باشه. این اول مثنوی ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی شاید بیشتر از هر چیزی ما نیاز داریم که به خودمون مراجعه کنیم، به خودمون برگردیم. من وقتی به خودم فکر میکنم احساس میکنم که گم شدم. احساس میکنم مدت هاست از صمیم قلب لذت نبردم، از صمیم قلب نخندیدم، حتی از صمیم قلب مدت هاست گریه هم نکردم. میدونی با همه وجودم مدت هاست که کیف نکردم. من وقتی به خودم فکر میکنم احساس میکنم که ته 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 قلبم یه منی هست که گم شده، که خیلی وقت سراغش نرفتم. یه چیزایی هست که خاک گرفته، خیلی وقت با دستمال تمیزش نکردم، بهش نگاه نکردم. انگاری یه آلبوم خاطرات قدیمی، انگاری یه دفترچه خاطرات خیلی خیلی دور، انگاری یادآوری روزهای دیرین شیرین. من یه چیزایی تو اعماق وجودم گم شده. من انگاری یه گنجینه‌ای توی کشتی غرق شده اقیانوس‌های قلبم دارم، ولی مدت هاست به سراغش نرفتم. من اصلا احساس میکنم مدت هاست عاشق نشدم. احساس میکنم فراموش شدم، احساساتم رو فراموش کردم. من احساس میکنم توی هیاهوها، توی شلوغی ایام، توی رفت و آمد روزها، توی انبوه همین محتواها، توی نشست و برخاستهای بی حاصل، توی تصویرها، مقایسه ها، قضاوت ها، ترس ها، در وانفسای خواستن و نخواستن، در تردید رفتن و نرفتن، در نویز روزگار گم شدم. توی شلوغی شهر، توی ترافیک تهران، پشت چراغ قرمزهای آلوده و کثیف من گم شدم. من یک جایی اون وسط توی سیاهی انبوه جمعیت گم شدم. زیر گرفتاری ها، در فشار روزمرگی، در فرسودگی امروز و فردا، من احساس میکنم واقعا گم شدم. میدونی شاید لازمه که ما از خودمون سوال کنیم، ببینیم آخرین باری که یه دل سیر خودمون رو دیدیم کی بوده؟ آخرین باری که رفتیم جلوی آینه وجودمون و به نظاره خودمون نشستیم، مهمترین نقاشی که باید به نظاره او می نشستیم، مهمترین قابی که باید خیره او می شدیم، مهمترین پیامی که باید اون رو می خوندیم. من خیال می کنم که مدت هاست کتاب قلب خودم رو ورق نزدم. مدت هاست. یعنی اگه یه ذره عمیق بشیم، دقیق بشیم، همه ما یه زمانهایی رو داشتیم که به خودمون نزدیکتر بودیم، زمانهایی که بیشتر خودمون بودیم، یا حداقل به زنگاهایی که بیشتر به خودمون فکر کردیم. مثلا شاید همین الان هم گاه و بیگاه این اتفاق برامون بیفته، وقتی بعد از این که تصمیم گرفتیم یک کاری رو انجام ندیم ولی به هر دلیلی انجامش دادیم، بعد از اون با خودمون توی خلوت خودمون گفتیم من چرا اینجوریم؟ من چرا این کارو میکنم؟ من چرا نمیتونم جلوی خودمو بگیرم؟ میدونی تو این لحظه ما به خودمون نزدیکتر شدیم.
بعد از اون حادثه‌ای که نمیخواستیم اتفاق بیفته و احساس میکنیم در اون مقصریم، در اون لحظه‌ای که خودمون رو شماتت میکنیم. یا مثلا وقتی که دوست داشتیم توی موقعیت هیجان انگیز یه حرفی رو به یه نفر بزنیم، ولی شرم، حیا، ترس، هر چیزی باعث شده که اون حرف رو نزنیم. بعد از اون موقعیت دوباره خودمون رو یه گوشه خف کردیم، یقه خودمون رو گرفتیم که آخه مرد حسابی چرا نگفتی اون چیزی که میخواستی؟ چرا اون حرفی که میخواستی رو نزدی؟ چرا اون چیزی که باید میگفتی رو نگفتی؟ اونجایی که با خودمون یقه به یقه شدیم. یا مثلا لحظه هایی که احساس کردیم خیلی تنها هستیم. همین الان هم شاید توی همین شلوغی ها، توی همین روزمرگی ها، بالاخره یه وقتهایی، یه اوقاتی، یه موقعیت هایی، مثلا یه غروب جمعه، مثلا یه مسافرت کاری دور و دراز، مثلا یه عصر دلگیر، با خودمون مواجه شدیم. گفتیم بابا من چرا اینقدر تنهام؟ من چرا هیچ کسو ندارم؟ باز با خودمون تنها شدیم. یا مثلا تو همین اتفاقاتی که توی جنگ افتاد، وقتی که مرگ خیلی به ما نزدیک شد، باز ما با خودمون مواجه شدیم. گفتیم من چیکار دارم میکنم؟ کجا دارم میرم؟ اصلا چرا دارم این کار میکنم؟ مرگ وقتی سایش رو به ما نزدیک میکنه، ما با خودمون یک مواجهه بدون تعارف، یک مواجهه بیواسطه رو تجربه میکنیم. این تجربه احتمالاً برای همه ما در موقعیت‌های مختلف و برای ما جمعی ما در همین ایام جنگ 12 روزه یه تجربه مشترکه. تجربه مواجهه با خیشتن خیش، تجربه مواجهه از نزدیک با خود. میدونید توی گذشته هم وقتی به خودمون نگاه کنیم، وقتی یه پسر بچه یا دختر بچه بودیم، رویاها در پیرامون خودمون شکل می گرفت. وقتی فکر می کردیم که بزرگ میشم، پلیس میشم، آدم بدا رو میگیرم، پلیس میشم، آدم بدا رو میگیرم، بزرگ میشم، مرجع همه خواستنها من بودم، یه تصویری از خودم می ساختم، یه تخیلی از خودم داشتم، یه رویایی درباره خودم داشتم. کجاست اون پسرک رویا پرداز؟ کجاست اون دختری که میخواست بال در بیاره تو آسمونا پرواز کنه، با اسب تک شاخ ملاقات کنه؟ کجاست اونی که میخواست یه کارخونه پر از بستنی بزنه، یه کارخونه شکلات بزنه؟ کجاست اونی که میخواست یه شهر داشته باشه پر از عروسک؟ کجاست رویاهای ما؟ میدونی رویاها خیلی دارایی ارزشمندی برای ما رویاهامون رو از دست دادیم. ما در هیاهوی ایام، در بسیاری اوهام، رویاهامون رو از دست دادیم. اصلا خیلی وقته که محو هیچ چیزی نشدیم. وقتی میگیم که توجه به خود، بازگشتن به خود، یه بخش خیلی مهمش اینه که ما اصلا توجه رو از دست دادیم. یعنی نه این که من به خودم توجه نمی کنم، من اصلا خیلی وقت توجه نمی کنم. میدونید همه ما وقتی که مثلا محو یه بازی فوتبال شدیم تو فینال جام جهانی، یا نمیدونم یه بازی تعیین کننده توی مثلا دربی تهران، تجربه اینو داشتیم که تو خونه 10 بار صدامون زدن، بعد میگن چرا جواب نمیدیم؟ میگم من نشنیدم.
محو بازی شده بودیم، محو تماشای بازی. این میدونی این یه مرتبه بالایی از توجهه، یه موقعیت خاص. ما خیلی این توجه ها، این موقعیت هایی که توش توجه رو به مرتبه اعلای اون تجربه میکنیم، به بالاترین سطح اون توجه میکنیم، تو زندگیمون کم شده. خیلی وقته که محو چیزی نشدیم، غرق چیزی نشدیم. دیدی یه وقتایی یه جایی نشستی، رفتی توی فکر و خیال خودت، بعد 10 نفر از جلوی تو رد میشن، 100 تا اتفاق جلوت میفته، بعد تو به خودت میای میگی که مثلا ندیدم، کی اومد، کی رفت، کی گفتی، کی اینجوری شد. من داشتم به یه چیزی فکر میکردم، غرق یه چیزی بودم، محو یه فکری بودم و این من رو از خودم بیخود کرده بود، از موقعیت زمانی و مکانی فعلیم خارج کرده بود و به مرتبه دیگه ای من رو برده بود. ما این توجهات تو زندگیمون کم شده، همه چیز کوتاه شده، همه چیز مقطعی شده، همه چیز لحظه‌ای شده، همه چیز برفنبار شده، همه چیز انبوه شده. ما کیفیت زیستن رو از دست دادیم، ما کیفیت توجه رو از دست دادیم، ما کیفیت بازی رو از دست دادیم، کیفیت سرگرم بودن، کیفیت شیدا بودن، مشغول یک ارزش واقعی بودن. این توجه وقتی در همه شؤون زندگی کمرنگ شده، به یه مرتبه عالی در توجه به خودمون هم کمرنگ شده. حالا اینجا وقتی میگیم که خودمون، شاید یه سوال به ظاهر در واقع سخت ولی به غایت بدیهی، با پاسخی به غایت بدیهی پیش بیاد که خب خودمون چی هستیم؟ وقتی میگی من باید به خودم برگردم، یعنی به چه چیزی برگردم؟ به چه چیزی رجوع کنم؟ باشه یه کتاب زیبا از خاطرات قدیمی، اوکی، من چجوری باید به خودم برگردم؟ اون کتاب زیبا رو کجا باید پیدا بکنم؟ من احساس میکنم که شاید یه نشونه خیلی خوب برای این که ما خودمون رو پیدا کنیم اینه که به خواستنی ها و نخواستنی هامون فکر کنیم، به این که مبدأ عشق ها و نفرت های ما کجاست. من احساس میکنم پشت دریای عشق و نفرت ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. در میان سطور کتاب دوست داشتن و دوست نداشتن، در لابلای نغمه یخ و آتش، ما میتونیم خودمون رو پیدا کنیم. عشقها و نفرتهای ما نشونن، علامتن، تابلوان. اگه این جاده عشق و نفرت رو بگیریم بریم تا آخر، انتهای این جاده، ریشه این قصه، مبدأ این ترانه ماییم. ما در لفاف دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها پیچیده شدیم. بسته بندی خودمون رو اگه بخوایم باز کنیم، باید تار و پود دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی ها رو از هم سوا کنیم. پشت اون نقشه وجود ما پیداست. وقتی با رفقا در این رابطه حرف می زدیم، یه پیشنهاد خیلی خوب این بود که یک کتاب برای خودمون درست کنیم، کتاب دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی های من. بشینیم از بچگی، از زمانهای خیلی دور فکر کنیم که چه چیزهایی رو دوست داشتم و چه چیزهایی رو دوست نداشتم. مثل تخت سیاه کلاس مدرسه یه جدول 2 ستونی بکشیم، سمت راست
دوست داشتنی ها سمت بعد دوست نداشتنی هامون رو بنویسیم، از دیرینه ترین خاطراتی که داریم، از اون گذشته رازآلود کودکی تا همین حال امروز کندوکاو کنیم، کنکاش کنیم. من از چی خوشم می اومد؟ از کی خوشم می اومد؟ من از کی بدم می اومد؟ از چی بدم می اومد؟ این تابلوهای مسیر رو بیاریم روی نقشه، بیاریم روی کاغذ، کالک خودمون رو بکشیم. بعد میدونی اگه این کار بکنی، این خود این کتاب دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی های من، این خودش یه کتاب رازآلوده، یه کتاب پر از شگفتیه. وقتی فکر میکنی که من مثلا 2 سال پیش از فلانی چقدر بدم میومد، یا مثلا از فلان کار چقدر بدم میومد، یا از فلان چیز چقدر مثلا متنفر بودم، من مثلا کوچولو بودم چقدر مثلا فلان چیزو دوست داشتم، الان اصلا ازش خوشم نمیاد. پر از تناقض ها، پر از راز و رمز. خیلی خیلی قصه قشنگی از این کتاب دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی های من بیرون میاد. بعد نکته اینجاست، نکته کلیدی اینجاست، نکته مهم اینجاست که بعد از نوشتن دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی ها یه فرصت به وجود میاد، فرصت پرسیدن چرا، فرصت پرسیدن چگونه. چرا من اینو دوست داشتم و چرا من اونو دوست نداشتم؟ چرا اونو دوست داشتم ولی الان ندارم؟ چرا از یه چیزی خیلی خیلی متنفر بودم ولی الان عاشقشم؟ اصلا چرا الان عاشق همینی هستم که عاشقشم؟ چرا از این بدم میاد؟ یعنی توی این تبدل، توی این تنوع، توی این تغییر راز و رمزها خیلی زیاده. توی این چرایی، توی این پرسیدن، همه جواب تو همین پرسیدنه. این یه سوال کلیدیه، یه شاه کلید برای گشایش گنجینه درون ما گنج‌های پشت این قفل داریم. میدونید درون قلب ما پیامبری هست، به ما الهام‌هایی میشه از قلب ما. ما باید به صدای قلبمون گوش کنیم، گوشمون رو به دهان قلبمون نزدیک کنیم. الهام به دوست داشتن چیزی، الهام به تنفر از چیزی، الهام به نیک پنداشتن چیزی و بدی انگاشتن چیزی. این خواستنی ها و نخواستنی ها الهام درون ماست، تابلوهایی که قلب ما میکشه تا ما راه رو به سمت او پیدا کنیم. انگاری سر هر چند راهی و دوراهی و بیراهه یه گل گذاشته، یه سیب گذاشته، گفته نشونه ها رو دنبال کن تا به من برسی، تا به قلبت، تا به خودت، تا به منتهای همه شگفتی ها، تا به سر پنهان شده در همه قصه ها برسی. میدونید فقط شرط اینه که بتونیم به صدای خودمون گوش بدیم. نویزها اجازه بدن که ما صدای قلبمون رو از صدای غیر او تمیز بدیم. صدای قلب لطیفه. توی شلوغی صداهای مزاحم، در سختی صداهای گوشخراش گم میشه. نشونه های قلب ظریفه. تو کثرت تابلوهای بیراهه گم میشه. ما شرط این که صدای قلبمون رو بشنویم تا نشونه ها رو پیدا کنیم
و به درون خودمون پل بزنیم اینه که صداهای مزاحم، نشونه‌های مزاحم رو کم کنیم، پیام‌های نامربوط رو میس کنیم، تماس‌های اضافی رو از دست بدیم. بذار 1000 تماس از دست رفته باشه، تو منتظر مخاطب خودت هستی، تو منتظر یه پیام ویژه هستی. کجا میتونیم اون کتاب دوست داشتنی های من و دوست نداشتنی های من رو بنویسیم؟ جایی که سکوت حکم فرما باشه، در خلوت. خلوت اجازه میده که ما آروم آروم به خودمون نزدیکتر بشیم. خلوت سپر ماست در برابر هجوم صداها و تصویرهای مزاحم. ما به سپر خلوت نیاز داریم، به یه زمانهایی که همه چیز رو بذاریم کنار و فقط برای خودمون باشیم، به ساعتهایی که به خودم اختصاصش میدم، با خودم قرار ملاقات میذارم. اون کتاب دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی های من یه سطر چرایی داره. اون چرایی حلاجی برگ وجود ماست. اگه ما بتونیم به اون چرایی بپردازیم، دوست داشتنی های واقعی از دوست داشتنی های کاذب جدا میشن، سره از ناسره جدا میشه. من اگه واقعا فکر کنم به این که چرا مثلا دوست داشتم دکتر بشم، پزشک بشم، آیا واقعا میخواستم پولدار بشم، پزشک بشم، میخواستم معروف بشم، بازیگر بشم، میخواستم محبوب بشم، مثلا پلیس بشم، میخواستم قهرمان بشم، کشتیگیر بشم، من از خواستنی هام چه چیزی رو واقعا میخواستم؟ من از دوست داشتنی هام چه چیزی رو واقعا دوست داشتم؟ اینجا اول حرفه، اول مسیره. اون قشنگ مشخص میشه. چرایی اگر روشن شد، اینکه واقعا چرا دوست داشتم و چرا متنفر بودم، من نزدیکترین تجربه خودم به خودم رو خواهم داشت. این حلاجی خواسته های درون ماست که تار و پود وجود ما رو برامون باز میکنه. وقتی که بفهمیم چه دوست داشتنی هایی روی دوست نداشتنی ها پیچیده شده بودن و چه دوست نداشتنی هایی روی دوست داشتنی ها رو گرفته بودن. وقتی که بفهمیم چه عشقهایی در نفرت به ما رو کرده بودن و چه نفرتهایی در لباس عشق خودشون رو به ما نشون داده بودن. جایی که بفهمیم دوست دشمن بود و دشمن دوست. این اول مثنوی ماست.